رسانه‌ای کردن آمار درباره افرادی که به حرکت‌های افراطی پیوستند یا در جنگ‌های سوریه اشتراک دارند باعث به بیشتر شدن همین گونه جنایت و افراطگرایی خواهد شد. این بیانیه سردار ریاست امور داخلی ولایت سوغد روز 25 ینور در شهر خوجند صدا داد. او گفت که من بعد از بیان چنین آمار خودداری می‌کنند. من از گفتن بعضی صفر رقم‌های درجه خودداری می‌کنم. گنرال شریف نظرزاده درباره سبب‌های این تصمیم گفت ساکنان به آنها شکایت کردند که پیوسته شنیدن و دیدن اخبار درباره حضور جوانان در جنگ‌های سوریه بر روان آنها تأثیر گذاشته است. من صفر رقم‌ها را گفتم می‌گذاشتم. با من مراجعت کردم. من کارشناسان مراجعت کردم. و جوانو پدر مادر مراجعت کردن که شما بعضی صفر رقم‌ها را میگین اما تاثیر میرسوند با حالت روحی این فرزندای ما. اینا که رفتن این شماره که ما باید رویم همین شماره را دیدن اونا که این راه رفتن درست بود است البته ما رفتن وقتی که ما از این شماره خودداری کردیم کم شد است توزیع. شریف زاده درباره مراجعت‌های والدان و کارشناسان مفصل صحبت نکرد، اما گفت که پهن کردن خبرهای جنایی یعنی به تعبیر او رکلام کردن عاقبت‌های بد دارد. منم یک مرتبه ما با واسطه تلویزیون یک زن خودش از پولی که در نزد شعبه وزارت دریای سیر پرتو همون را ما به تلویزیون گفتیم که کسی که از نیست در خونش زن تقریبا 30 سالش گفته گذاشتیم مراجعت کند به شعبه وزارت کارهای داخلیش شریک و جمع. در دوام یک هفته 5-6 نفر به دریای سیر از همون جا خودش پرتو من رکلام کردیم. با اندیشه خبرنگاران و کارشناسان اظهارات سردار ریاست امور کارهای داخلی ولایت سوغد ممکن است نظری شخصی او باشد، اما این گونه اظهارات از زبان مقام رسمی می تواند کار خبرنگاران را در دریافت اطلاع از مقامات باز هم مشکل تر کند. هیچ وقت جوانان عبرت نمیگیرند. برای آنها این تاثیری حتما مثبت میشود برای از راهی افراطگرایی داشته آنها. من گمان دارم که چنین مثال‌های تلخ ما باید گویم به جامعه فهمانده دهیم که آن همین خیلی مصیبت‌ها می‌آورد. بر اساس قانون درباره مطبوعات دوری و واسطه‌های دیگر اخبار عامه، منصبداران موظفند که به مطبوعات معلومات ضروری را بدهند، در عکس حال جزا خواهند گرفت. با وجود این گرفتن خبر و معلومات از مقامات کاری سخت است و کم دیده شده است که کدام مقام برای ندادن خبر جزا گرفته باشد.